همچنان اینا دارن بار رو هم میکنن که بتونن این حب قندر برسونن به لونشون. الان نزدیک لونشونن ماشاءالله. اینجا هم لونشونه. ماشاءالله به همت و به پشتکار. دمشون گرم. میازار موری که دانه کش است. نفر سوم هم وارد شد. حالا 3 نفری دارن میبرنش. ایول بلندش کرد. دعوا برو ماشاءالله چیزی نمونده. الان نزدیک خونه. دارم میرسن. ای والله برو. یکم دیگه مونده. یکم دیگه. ای والله حالا رسیدم به دم لانه. ماشاءالله رسیدن دم لانه و از اونجا به بعد کارگرای دیگه ای رو میکشن و میبرنش به داخل. اینه که مسئول بار بودن رسوندن تا دم لانه. دم لانه باز کارگرای دیگه ای رو شروع میکنن به انتقال دادن. و حالا میخوایم ببینیم که ایره چجوری میخوان ببرن داخل. بردنش تو. دمشون گرم. ای بود حمل یک حبه قند توسط مورچگان گاوی و بسیار عالی هم شد. موفق باشین. خداحافظ.